بخیر مردم شریف تاجیکستان، امیدوارم خوب هستین. باز کثیف اقبال بلاگر از مردم غریبی که در تریتوری روسیه فدراسیون هستند پول طلب داره. در یک ماه 500,000 روبل. اقبال ماشینیک چی به یورو نیو روبل. ایتا یوبکای پالیتیکای یوروپا زیدی روسیه فدراسیون سگواری تروس جاکیدا میتونی ایزونا کاشتا میبروی روبل یورو طلب کن. ای 2023 تا آخرانای 2024 کثیف اقبال و فقط دلیل گام میزنم. پچچ خطی برامدی پول طلب کردی از مردمی غریب. در یک کارت تو 18 میلیون روبل پول جمع شدگی است. میخواد است اقبال کثیف. بله. نو امروز تو ادکاست کردیسی. اقبال او دمایی که تا پول روی کردن امروز رفته پشت پنجره جوشون کردیسن یکم کارام کردم. یکم دهان داری امنیتی روسا دهان داری گنرالی را MVD را یکم ما تکت کردم. اقبال شما را هیچ کار نمیدونست. کارام کردم. اما با کلام میگیرم. محمد اقبال صدردین فقط بخش زیاد کم ترکک مزه نیست. فقط از تریتوری کاتالونسک اوبلاست ای 18,000 زیاد تی کثیف دا پول روی کردی است. کنی پولو کجا از خود کردی پولو را؟ اقبال چی باید کاز میکنی؟ آدمایی که تو دا کثیف پول روی میکنن در پشتشون من نفس کشیدم. محمد اقبال صدردین یوسف ایوب داش کار میکنن. آدمایی که دستگیری میکنین یک روبل روی میکنی پشت پنجره جدا است. اینا من شما را گارانتی میدم. یا جان تشکر هموطنان عزیز.